الرحمن الرحیم. خب امروز رسیدیم به جلسه دوم از داستان صحابیه بزرگوار و گرامی ام ورقه انصاری. گفتیم کسی که به همین نام شهرت پیدا کرده در تاریخ از ایشون نقل شده، زن بزرگواری که از انصار به مرتبه و منزلتی رسید در حفظ قرآن، فهم قرآن، تأمل قرآن که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله اجازه داد ایشون در منزل خودش نماز جماعت بخونه و زنان دیگه بهش اقتدا کنن. خب ما به اونجا رسیدیم که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله برای غزوه بدر فراخوان داد گفت هر کسی هر اسبی وسیله‌ای چیزی داره بالاخره شطوری آماده بشه و میتونه در این میدان باید شرکت بکنه. تعدادی هم از زنان صحابی رفتن. ام ورقه هم خب علاقمند شد، نمیخواست که از این فضیلت جهاد بهره مند بشه، ایشون که خب مسلط بود به آیات الهی، کاملا تأمل و در رو آیات تأمل میکرد و دقت داشت. خب ایشون هم اومد پیش رسول خدا صلی الله علیه و آله گفت یا رسول الله اجازه بدید که من هم در این غزوه، در این جنگ همراه شما باشم. اجازه بدید تا من هم همراه شما باشم و از فضیلت این جهاد بهره مند بشم. بذاریم ببینیم ایشون چی میگه. خودش میگه ان النبی صلی الله علیه و سلم لما غزا بدرن، پیامبر وقتی واسه غزوه بدر اعلام کرد، قلت له، من گفتم یا رسول الله اذن لی فی الغزو، به من هم اجازه بده در این میدان جنگ، در این غزوه همراهتون باشم، معک، کنار شما باشم، امرض مرداکم، بیماران شما رو مداوا بکنم، لعل الله یرزقنی الشهاده، شاید که الله شهادت رو هم روزی من بکنه. چقدر اینها لذت می‌بردن و دنبال شهادت بودن، زن و مرد، و چه ظلم بزرگی کردن کسانی که از امت اسلامی نقش زنان رو حذف کردن یا اونقدر کمرنگ کردن که زنها نقش پیدا نکردن. خدا ببخشه اون کسانی رو که ناخواسته از امت اسلامی زنان رو جدا کردن، کمرنگ کردن، بی علم و دانش کردن، به همون ترتیب فرزندانشون بی علم و دانش شدن، خانوادهشون دین درش دور شد، زنانی که به بازار رفتن، به گردش رفتن، به تفریحگاه رفتن، به همه جا رفتن، اما از حقیقت دین و دانش و عبادت و تاریخ و فهم دین دور موندند و قرآن و سنت، به طب فرزندانشون این گونه شد. حالاست که پدر و مادرها مینالن ما با این پدر و پسرمون دخترمون چه کنیم. خب این ظلمیه که خود ما کردیم، خدا به ما رحم بکنه. ظلمی کسانی کردن که آگاهانه یا ناآگاهانه زن رو از بخش اصلی جامعه حذف کردن. آره گفت یا رسول اجازه بدید تا منم بیام میدان جهاد، بیام اونجا زخمی ها رو مداوا بکنم، شایدم تو میدان خداوند شهادت روزی من کرد. به پیامبر خب خبر داده شده بود از سرنوشت زندگی این زن بزرگوار و این که باید ایشون در چه جایگاهی قرار بگیره. گفت نگاه کن، قری فی بیتک، برو تو خونت باش، تو زن عالمه هستی، عابده هستی، تو برو اونجا باش. فإن الله تعالی یرزقک الشهاده، خداوند خودش شهادت رو نصیب تو میکنه، خودش شهادت رو نصیب تو میکنه. این زن عابده ام ورقه میگه به خونه خودش برگشت و اون چیزی که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرموده بود اطاعت کرد، چرا که اطاعت از رسول خدا بر مسلمانان واجبه. و همچنان در خونه خودش بود، منتظر بود که این بشارت رسول خدا صلی الله علیه و سلم کی شامل حالش میشه و خب در عبادت و تلاوت قرآن و آموزش و نماز هم بوده. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هم میرفت به دیدن ایشون و به یارانش میگفت اذا اراد زیارت استحب ثلة من الصحابه الکرام، میگه وقتی میخواست بر دیدن تعدادی از صحابه میرفتن و پیامبر میگه انطلقوا بنا، با ما بیایم به هم دیگه بریم نزور و الشهیده، بریم این زن شهیده رو ملاقات بکنیم. من نمیدونم واقعا این تصاویر رو چگونه میشه نقل، این مواردی که در اسدالغابه اومده. در هر صورت ام ورقه به این اسم سرشار از خیر و برکت در بین مسلمانان شناخته شد، زن شهیده، یعنی مسلمانی که شهید میشه. ابو نعیم نقل میکنه، ابو نعیم اصفهانی در سیرت ام ورقه میگه ایشون الشهیدة القارئة، با این عنوان میده، میگه زن شهیده‌ای که قاری قرآن بود، ام ورقه الانصاریه، که ام ورقه انصاری بود. کانت تؤم المؤمنات، زنای مؤمن رو، مؤمنات المهاجرات رو نماز میداد، یعنی حتی زنای مهاجرات هم جالب بود. یزورها النبی صلی الله علیه و سلم فی الاحایین،
و اوقات، گاهی پیامبر و زمانها میومد به دیدار ایشون. و خب این زنی است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به دیدار ایشون میرفته و به دیگران هم میگفته و بشارتی است که پیامبر داده که در مورد اینکه شهید هست. شهید هم آیات قرآن چی میگه؟ میگه گمان نکنید آنانی که در راه خدا کشته میشوند مردگانند، بلکه اونها زندگانی است که نزد الله روزی داده میشه و اینها خوشحالن به اون چیزی که خدا بهشون داده و این صفتی است که در مورد زنان بهشتی گفته میشه. این صحابی بزرگوار ام ورقه همچنان بر همین شعائر امور دین پایبند بود در تمام طول زندگی رسول خدا صلی الله علیه و سلم و همیشه منتظر بود این بشارت شهادتی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم به ایشون داده کی نصیبش میشه و کی به اون بهشت جاودان میتونه دست پیدا بکنه، بهشتی که خاص متقیان هست. رسول خدا صلی الله علیه و سلم از این دنیا رفت به نزد رفیق اعلی در حالی که راضی بود از ام ورقه این صحابی خودش و یاران خودش و خب ایشون هم همچنان به عبادت و زندگی و تقوای خودش در دوران ابوبکر صدیق رضی الله عنه ادامه میداد و ابوبکر هم همان گونه عمل میکرد که پیامبر عمل میکرد. میگفت هر کی میخوایم بریم دیدن این بانوی شهیده بیایم بریم دیدنش، گاهگاهی از ایشون سر میزد تا اینکه زمان رسید به عهد خلافت فاروق اعظم، خلیفه عدالت و بزرگواری رضی الله عنه. در زمان فاروق اعظم هم ایشون هم همین گونه بود. حضرت عمر هم هر گاهگاهی میرفت به دیدن ایشون و از ایشون سر میزد در اتباع و پیروی از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، در پیروی از ابوبکر صدیق که بالاخره ایشون هم در اطاعت از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم این کار رو انجام میداد. و خب این بود که این دید و بازدید بود. ام ورقه یک کنیزی داشت و یک غلامی داشت. غلام جاریان میگه که اینا رو داشت و بهشون گفته بود نگاه کنید شما پیش من هستید، بالاخره با من کمک میکنید، من هم بهتون در زندگی کمک میکنم، بالاخره بحث غذا و چیزهای دیگه بود، حمایت. و اون روزی که من از دنیا برم من وصیت کردم که دیگه شما آزاد باشید، دیگه در خدمت کسی دیگری نباشید. اما متاسفانه وقتی شیطان میخواد انسانی رو فریب بده، اینها دچار وسوسه شدن. گفتن پس بیا ما زودتر برای اینکه آزاد بشیم این رو بکشیم، کسی هم که نمیفهمه، این هم که سنش بالا هست، این رو میکشیم و بعد هم دیگه میریم برای خودمون آزاد میشیم. اینها اومدن شبانه بالاخره این رو در حالی که غافل بود و هر طور بود بالاخره با یه حیله این رو کشتند و رفتن. صبح که شد عمر رضی الله عنه گفت من مدتی از خاله خودم ام ورقه خبر ندارم از دیروز تا به حال، بریم ببینیم چه خبره. عمر رفت اونجا، وقتی وارد خانه شد چیزی ندید، رفت داخل خونه دید بله ایشون رو روی پارچه قرار دادن در گوشه خونه مرده. اینجا عمر گفت صدق الله و رسوله، خدا و رسولش راست گفته بودن. بعد ایشون رفت بالاخره بالای منبر و این خبر رو به مردم داد که ببینید اون چیزی که پیامبر وعده داده بود اتفاق افتاده و ایشون شهید شده. اما این کسانی که پیشش بودن شواهد نشون میداد که در قتل دست دارن، اینها رو بعد پیش من بیارید. بالاخره مسلمانان اینها گشتن تا این دو نفر رو پیدا کردند و اونها رو آورد و بالاخره داشت از سوال و جواب کردن. ضمن سوال و جواب اینا دیگه اقرار کردن بله ما بالاخره اینجوری وسوسه شدیم و اینجوری ایشون رو کشتیم. که عمر گفت بعد این دو فرد قصاص بشن و بالاخره اینها قصاص شدن و از اون طرف هم ام ورقه به منزلت شهادت رسید. بله این عمر فاروق رضی الله عنه میگه گفت راست گفت رسول خدا صلی الله علیه و سلم، هر وقتی میرفت میگه بریم انطلقوا بنا نزور الشهیده، بریم از این زن شهید ما ملاقات بکنیم. و این وعده ای بود که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در مورد ام ورقه داده بود و این صحابیه بزرگوار. و خب خداوند در مورد بهشتیان میگه ان المتقین فی جنات و نهر، بهشتیان در باغ‌ها و بالاخره که پر از درخت و نهر و آرامش هست. این مهمه. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. این نکته مقتدر کسی نمیتونه درک بکنه، چرا که اونها در جایگاه‌های صداقت راستین نزد الله پادشاه قدرتمندن. این بزرگترین منزلت و مقامی است که در بهشت نصیب هر کسی میتونه بشه. خب داستان ما در مورد ام الورقه اینجا به پایان میرسه، اما نقش یک زن رو ببینید تا چه حدی است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم به دیدار ایشون میره و ایشون در منزلت و در فهم علم و قرآن به مرحله میرسه که امام و مقتدای زنان
عصر خودش میشه. ایشون شخصیتی است که ابوبکر و عمر خلفای رسول خدا هم به دیدن ایشون میرن. این نگاه رو داشته باشید و نگاهی که ایشون از پیامبر میخواد که اجازه بده به میدان جهاد بره. وقتی که زنان دیگه داشتیم و داستانهایی که تا بال در مورد زنان داشتیم، همه اینها رو کنار هم بگذاریم. یک زن، نگاه کنید، یک زن در واقع مادر هست، در واقع همسر هست، در واقع خواهر هست، دختر هست. خوب داشته باشید، یک زن رکن اساسی یک جامعه هست. یک زن یک حقیقته. برای پدر مادر دختر هست. زیباترین چیزی که در زندگی به یک پدر مادر داده میشه، زیباترین برکتی که یک پدر مادر بهره مند میشن، یه دختری رو خداوند بهشون میده. برای یک مرد به عنوان یک همسره، کنار اون آرامش بگیره و زندگیش رونق بگیره، بتونن با هم زندگی سراسر خیر و برکتی داشته باشن و فرزندانی رو خداوند به اینها بده. و برای فرزندان مادر هست، آغوش گرمش به عنوان یک مادر و نکته و مکان تربیتی خانواده هست. این صحنه ها و تصاویر رو داشته باشید که اگر ما متاسفانه غافل از این حقیقت و جایگاه زنان در جامعه بشری و اسلام به ویژه منظور من است بشیم، بزرگترین آسیب رو ما دیدیم. اگر زنان ما با حقیقت و ایمان رشد پیدا بکنن و جایگاهشون آنگونه که خدا و پیامبر قرار داده حفظ بشه و به اونها احترام گذاشته بشه و منزلت پیدا کنن، قطعاً و قطعاً بدونید خوشبختی در زندگی ما هست، در زندگی فرزندانونه و جامعه بشری از این خیر و برکت بهره مند خواهد شد. خب تا جلسه دیگه و داستان صحابیه دیگری، شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدارتون باشه.